قسمت آشنایی با محیط ورد. محیط ورد که براتون باز میشه مثل نرم افزارهای دیگه یه تعدادی سربرگ و نوار داره. نوار اول که نوار عنوان هست، بهش تایتل بار هم گفته میشه، عنوان فایل رو به ما نمایش میده. روی نوار عنوان نوار دیگه‌ای به نام نوار دسترسی سریع یا کویک اکسس تول بار قرار داره که شما میتونین یه تعداد آیکون رو اینجا قرار بدین که سریعتر به گزینه‌هایی که مد نظرتون هست دسترسی پیدا کنید. این نوار میتونه در بالای نوار ابزار قرار بگیره و یا من میتونم بیلاوش کنم و پایین نوار ابزار قرار بگیره. برای اینکه دوباره بره بالا گزینه اباو رو انتخاب میکنم. این قسمت یک سری از گزینه ها وجود داره که برای بستن، ماکسیمایز و مینیمایز کردن فایل هست و سربرگ های هوم، اینزرت و سربرگ های دیگه وجود داره که با کلیک کردن روی هر سربرگ فعال میشه. نوار ابزار در بعضی از سیستم ها به صورت پیش‌فرض پنهان هست، به این صورت که عنوان تب مشخص هست و با کلیک روی هر عنوان نوار ابزار دیده میشه، اما وقتی روی سند بیاید نوار ابزار پنهان میشه. خب بخوایم نوار ابزار رو پین کنیم، روی یکی از این عنوان ها دابل کلیک میکنید، میبینید که نوار ابزار به صورت ثابت قرار گرفت و به طور پیش‌فرض برای شما خطکش رو نمایش میده. این سند شما هست و از طریق اسکرول بار میتونید بین صفحات حرکت کنید و آخرین نواری که در نرم افزارها وجود داره نوار وضعیت هست که وضعیت جاری فایل رو به شما نمایش میده که تعداد صفحات، تعداد کلمات تایپ شده، زبان تایپ و در این قسمت هم نوع نمایش رو به شما نشون میده. این قسمت گزینه زوم هست که میتونید زوم کلمات رو زیاد و یا کم کنید